نفخنا فيها من روحنا، ما دمیدیم در آن از روح ما. این اضافت تشریعیه هست، تشریفیه، شرف روحی که از جانب ما بود. وجعلناها وابنها آیة للعالمین، او را قرار دادیم یعنی مریم را و فرزندش را آیه و نشانی برای عالمیان. و مریم ابنة عمران التي احصنت فرجها، و زن دیگر از زنان که این هم مؤمنه هست، مریم رضی الله تعالی عنها و علیها الصلاة والسلام، ابنة عمران التي احصنت فرجها. الله تعالی فضیلت مریم را بیان می کند که عفتش را حفظ کرد. معنیش اینه که در طول حیات نزدیک مردی نرفت، اما فنفخنا فیها من روحنا، ما در او دمیدیم از روح ما. این اضافت تخلیقی هست، روحی که ما آفریدیم، روحی که ما القا کردیم به طرف مریم. و صدقت بکلمات ربها و کتبه. این زنها را که الله بیان می فرماید، این اوصاف خیلی مهم هستند. دو تا زن کافره، اوصاف اونها که باید هر مسلمان از اون اوصاف بدور باشد، و دو تا زن مسلمان و مؤمنه که اوصاف اینها برای هر زن و مرد الگو هستند. و صدقت بکلمات ربها، بیان عقیده هست، کلمات پروردگار را. مراد از کلمات الهامی هستند. الله عزوجل به او الهام میکرد، او تایید میکرد. و کتبه، کتب پروردگار را که قبل از عیسی علیه السلام، منظور تورات و صحف ابراهیم و صحف موسی و کتابهای دیگه. و کانت من القانتین، این بیان عمل هست. از نظر عملی از زنان تابع بود، فرمانبر بود، در هر لحظه و در هر آن دستورات الله را امتثال می کرد و بجا می آورد. و مریم ابنة عمران، و همچنان نمونه مثال بیان کرده دیگه که نه، مریم دختر عمران را، التي، او دختری که احسنت فرجها، نگهداری کرد شرمگاه خود را، هیچ وقت به گناه متوسل نشد. فنفخنا فیه من روحنا، الله متعال میگه باز ما جبریل امین روان کردیم که در او بدمانه، در یخنش، من روحنا، امور روح ما را، روح مخلوق پاک را. وقتی که الله متعال یک مخلوق به طرف خود نسبت میته، مثلا میگه که ناقة الله، چی معنی ناقة الله؟ شتر کل شتر الله هست. این چرا ناقة الله گفته؟ میگه شتر معجزه است، یعنی این شتر مخلوق ماست که کرامت داره چون معجزه هست. بیت الله، کل خانه الله هست. ما نمیتونیم بگیم این خانه مخصوص الله است، میگه نه، این خانه رو به خاطر از این بیت الله میگه که بیت است، خانه هست، مخلوق است، ولی با عزت است، با شرافت است، مثل دیگه خانه ها ور نیست. این الله بخواد. روح چی معنی؟ روح الله به معنی که این روح مخلوق است، با عزت است. الله متعال میگه ما در این توسط جبریل امین گفتیم که روح با عزت که مخلوق ما هست بر از او چی کنه؟ پف کنه. این قدرت الله هست که عیسی علیه السلام بدون پدر خلق کرد. و چی شد؟ و صدقت بکلمات ربها، ایت یک التي احسنت فرجها، و او خانمی که خود حفظ کرد، یعنی شرمگاه خود را. فنفخنا فیها که بی مریم بود. الله متعال میگه که ما در رحم ازو دمیدیم من روحنا، از روح. اینجا میگه روحنا، الله متعال روح به طرف خود نسبت داده. این نسبت تشریفی میگه. روح مخلوق است، الله متعال خالق است. الله به روح نیاز نداره. وقتی که میگه روحنا، یعنی روحی که مخلوق با عزت ما هست. این چی میگن؟ اضافت تشریفی. بعضی از فلاسفات میگن که
بعضی کسا میان پرسان میکنن استاد خیر در انسان ها روح خداوند است، در حیوانات خیر روحی کی است؟ این کلمه کفری هست، این ناروا هست. در انسان ها روح خداوند نیست، روح مخلوق است. در انسان ها روح هست که مخلوق الله هست، در حیوانات هم روح هست که مخلوق الله هست. پس روح انسان ها و روح حیوانات چی فرق دارن؟ روح انسان ها با عزت است، از این خاطر به خود نسبت داده. روح حیوانات برای خود نسبت نداده، مثل که خانه تو را الله به خود نسبت نداده، خانه تو با عزت و قدر نیست. اما بیت الله شریف چی است؟ با عزت است. در خانه تو طواف نمیشه، در او خانه طواف میشه. چرا؟ الله متعال او را به خود چی کردن؟ نسبت داده. او خانه هم مخلوق است، این خانه هم مخلوق است. پس الله متعال میگه از روح ما که او مخلوق است، مخلوق با عزت ماست، با ای دمیدیم و جعلناها و ابنها آیت للعالمین. الله متعال میگه امی بی مریم را گردانیدیم و ابنها و پسرش گردانیدیم آیتا معجزه، دلیل از قدرت خود برای عالمیان. ان هذه امتکم امه واحده